هلو، داریم میریم ناتا بخوریم. اینجا معروف ترین و قدیمی ترین و مشهور ترین ناتا فروشی لیزبون هستش. شعبه اصلیش همین شعبه‌ای هستش که ما الان اومدیم داخلش، توی ناحیه بلم هستش و جاهای دیگه و شهرهای دیگه هم شعبه داره. اینجا به دو قسمت تقسیم میشه، یه قسمت کافتوری هستش، یه قسمتش هم تیک اوی هستش. من اول اومدم قسمت کافه که براتون یه چرخی بزنم و اینجا رو نشون بدم. اگه تایم اضافی داشتین و می‌خواستین بشینین و یه حال هوایی عوض کنین، خب پیشنهادم اینه که بیاین اینجا بشینین، ولی یه صف طولانی داره، تقریبا باید صف وایسین تا میزا خالی بشه و شما برین نفر بعدی بشین. اینجا یه چیز جالبی هم که داره، تمام وسایل قدیمی رو آوردن براتون، شیشه کردن، شما میتونید ببینید که با چه وسایلی اینجا حساب کتاب میکردن، ترازوشون چی بوده. خیلی حس قشنگ بود داخلش و قشنگترین قسمتش هم این بود که شما آشپزخونه رو به طور مستقیم میدیدی، هم از قسمت تیک اوی هم از قسمت کافه. داخلش هم که همون به دیزاین چندین سال قبل نگه داشتن، اصلا مدرنش نکردن، فقط تر و تمیز مرتبه. این هم قسمت آشپزخونه‌شه که میتونید بیاین نزدیک کل پروسه رو ببینید. همه شیرینی از چند دقیقه یک بار از فرد در میاد، خیلی داغ و تمیز و خوشمزه. قسمت کافه شما میتونید مافین، کروسان و یا شیرینی دیگه که اینجا هستش رو سفارش بدین. الان میریم قسمت تیک اوی. اومدیم قسمت تیک اوی. همین ورودیش مشخص میشه که همه صف وایستادن و به صورت باجتوری میگیرین و میایم بیرون. اون قسمتی هم که داریم میبینین چون صف وایستادن برای قسمت کافه هست. از قسمت تیک اوی شما فقط میتونین ناتا تهیه کنین، کافی و از این حرفا رو نداریم اینجا. به صورت پکای 50 تا 6 تایی و یه دونه‌ای هم براتون درست کردن که یکی از اونها رو باید انتخاب کنین و تهیه کنین. ما 6 تایی رو انتخاب کردیم که ببینیم چطوریه، چون همه خیلی تعریف میکردن، خیلی میگفتن اوکی، خیلی خوشمزه، چون یکی از خیلی معروف ترین شیرینی‌های اینجاست که علاوه بر پرتقال تو اکثر نقاط دنیا به عنوان شیرینی پرتقالی به فروش میرسه. خب ما هم خیلی هیجان داشتیم که ببینیم چیه، برای همین 6 تا خریدیم. ولی اگه شیرینی سنگین دوست ندارین، اذیتتون میکنه، پیشنهاد من اینه که یه دونه بخرین که فقط مزه‌شو بچشین، چون 6 تایی برای ما خیلی زیاد بود. اینم که همون قسمت آشپزخونه قسمت پشتش بود. همین شیرینی داغ و تازه از فرد در میاد و خیلی سریع به همه میدن و اینجا معطل نمیشه. اومدیم قسمت بیرون، میبینین که همه وایستادن دارن سر پایی میخورن. اگه بخوام براتون طعمش رو توصیف کنم، همون یه خمیر برشته یوفکا داشت که داخلش هم پودینگ داشت، چیز خاص دیگه نبود. لایه بیرونی پودینگ هم برشته شده بود داخل فرد، ولی داخلش هم کرمانه مونده بود، یعنی هیچ چیز عجیب غریبی نبود. بازم این خیلی چیز سلیقه‌ای هستش، ما خیلی تعریفش رو شنیدیم، برای همین 6 تا خریدیم، ولی خب دوستش نداشتیم، ولی به امتحانش میارزید و شما اومدین اینجا حتما بیاین همین شعبه تست کنین و نوش جان کنین و لذت ببرین. ما بریم مقصد بعدی.